نیما داداش بازار شما چطوره؟ حاجی خسته شدیم انقدر فروختیم. قرارداد پشت قرارداد اصلا ببین دفتر املاک‌های دیگه همه دارن جمع میکنن. بیام پیش شما. همه بیکار شده. با ما هم 89% ممیز 6% فایلایی که میاد تو سیستمو دفتر ما میفروشه. نه بابا رفتن از همون شکایت کردن به خدا. حاجی زدم تو کار تاریخ. بگو چی؟ چطور؟ کاخ نیاوران است. خب. مشارکت گرفتیم میخوام یه 77 طبقه بسازیم بره بالا. ایول داداش کریستیانو رونالدو چند روز پیش اومده بود ایران. خب. از محله پونک خوشش اومده بود. بهم دیشب دایرکت پیام داد. گفت بودجم نامحدوده برام چیز خوب پیدا کن. حاجی حالا دیروز بگو چی شد؟ چی شد؟ میدون آزادی رو با ایران مال تئاتر زدیم رفت. عوضش کردیم. ایول برج میلاد دیدی جدیدن نور پردازیش عوض شده، امکانات جامپینگ و تاپ و اینا دارن بهش اضافه میکنن. خب 2 روز پیش من فروختمش، مالکش عوض شده. وای عالی.